من نمیگذارم که نماز جنازه این میت را ادا کنید تا وقتی که قرض من را پرداخت نکنید. در یک دهات پیرمردی را برای ادای نماز جنازه آوردند. شخص آمد نزد تابوت نشست و گفت من اجازت نمیدهم که شما این میت را از اینجا بردارین و برده دفن کنید تا وقتی که وارثهای این شخص قرض من را بر نگردانند. این شخص از من $5000 گرفته بود و همین طور مردم را در یک حالت ناگوار قرار داده بود. مردم پرسیدند از پسران این پیرمرد که پدر شما قرض گرفته است و باید شما این قرض را برگردانید. پسران این پیرمرد در جواب گفتند ما را پدرمان درباره یگان قرض نگفته بود، بنابراین ما این شخص را نمیشناسیم و مبلغ هم نمیدهیم. برادران این پیرمرد هم در آنجا وجود داشتند و گفتند وقتی که پسران برادری ما نمیشناسد این شخص را، ما هم نخواهیم داد. و مدت این ماجرا دوام داد حتی که به گوش زنها رسید این ماجرا و در بین آنها دختری همین پیرمرد هم وجود داشت. این دختر از این خبر شنیدن پس فوراً همه زیورهای خود را روانه کرد و گفت به دست این شخص بدهید و بگویید از برای الله همین زیورهای مرا فروخته قرضش را بگیرد و مانده اش را من در یک وقت خیلی کوتاه میدهم و این شخص را بگویید التماس مانع نماز جنازه پدرجان من نشود. وقتی که این خبر را رساندند به این شخص، در حال این شخص از جایش برخاست و مردم را مخاطب کرد و گفت حقیقت این کار این است که من از این پیرمرد $5000 قرض گرفته بودم، نه این از من، ولی وارثهای این شخص را من نمی شناختم. برای همین این کار را کردم تا پیدا کنم وارثهای این را. اکنون فهمیدم که این پیرمرد یک دختر داشته است و تمام، یگان پسر و برادر نداشته است. در همین حالت پسران این پیرمرد و برادرانش به طرف این مرد نگاه میکردند و خاموش بودند. در این حکایت یک درس همین است که شخصانی که دختر دارند خوشنصیبند. برای همین در پیدایش دختر ما باید که خوشحال شویم، نه اینکه غمگین. دین اسلام دخترها را بسیار فضیلت داده است و این طور هم نیست که همه دخترها یک قسم باشند، لیکن در اینجا مقصد این است که ما نباید از اهمیت دخترها انکار کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این ویدیو را نشر کنید، شاید که به سبب یک نشر شما در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر